به نام خدا. دوستان گلم سلام. جلسه قبل تابع سام را در خدمتتون بودیم. این جلسه تابع اوریج یا میانگینگیری را در خدمتتون هستیم. جلسه قبل گفتیم که مثلا A مقدار 3 را داشت، B مقدار 2 را داشت، C مقدار 258 یا هر مقداری. شما اینا رو به عنوان چند تا درس در نظر بگیرید. یکی نمرهش شده 18، نمره درس بعد شده 17، نمره درس بعد شده 20، نمره درس بعد شده 15، دوباره 19، 18 و اینجا هم 3 تا درس داریم. یه نمره 20 داریم، دوباره نمره 20 داریم و نمره درس بعدیمون هم 20 شده. ما میخوایم 2 تا دانش آموز داریم با نمرات متفاوت. اینجا 3 تا درس نمرات مشخصه، اینجا چند تا درس و نمرات مشخصه. جمعشون رو میخواستیم به دست بیاریم که از تابع سام استفاده میکردیم. یه مساوی میذاشتیم، شروع میشد تابع نویسیم و سام رو میذاشتیم و محدوده مورد نظرمون رو انتخاب میکردیم. حالا این پایین میخوام میانگین خونه های زرد رنگ را به شما بدیم. مساویه average یعنی میانگین. اینجا تابع رو به ما نشون میده. وقتی که داریم تایپ میکنیم یه مقداری از نام تابع رو که بعد از مساوی نوشتیم تابع رو به ما نشون میده، پیشنهاد میده. ما روش دابل کلیک میکنیم و میایم محدوده مورد نظر خودمون رو انتخاب میکنیم. محدوده مورد نظرمون اینجاست، اینتر. الان معدل این دانش آموز با این نمرات شد 17 و 33 صدم. اینجا معدل نمرات این دانش آموز که 3 تا 20 داشته معدلش باید بشه 20 دیگه. مساویه، با مساوی تابع شروع میشد. اوریجمون رو تایپ میکنیم، روش دابل کلیک میکنیم و محدوده نمرات رو بهش مشخص میکنیم، براش مشخص میکنیم، اینتر. میبینید که معدل این دانش آموزمون 20 شد. حالا معدل کل 2 تا دانش آموزمون میخوایم معدل مدرسه رو به دست بیاریم. میایم اینجا مساویه، دوباره تابع با مساوی شروع میشه. اوریجمون رو که تایپ کنیم روش دابل کلیک میکنیم و محدوده سبز رنگ رو من بهش میدم و محدوده زرد رنگم با یک کنترل و انتخاب محدوده زرد رنگ و اینتر. میبینید که معدل کل مدرسه ما شد 18. پس اوریج یا میانگین گیری یعنی جمع چند تا عدد با هم دیگه تقسیم بر تعداد اون اعداد. ممنونم از همراهیتون. لایک و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. خدا نگهدار.